اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. همه ما گناهکاریم، نگم که من خطیبم، همه ما گناه و معصیت امروز جامعه ما، دکان ما، شهر ما، قلب ما، فامیل ما، تمام وجود ما را گرفته. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. او روزی که بر دهنها مهر نهاده شود و این دستها شهادت بدهد و پاها شهادت بدهد، او جایی که احکم الحاکمین، او جایی که عادل العادلین، او جایی که رب العالمین از من و تو حساب بگیرد. پس من و تو امروز باید متوجه حال خود باشیم، متوجه باشیم که شاید انقریب مرگ به سراغ من و تو بیاید، شاید 1 ساعت بعد، 1 روز بعد، شاید 1 ماه بعد و بالاخره شاید 1 ثانیه بعد مرگ به سراغ ما بیاید. اما این دنیا تمام می شود. خدای تبارک و تعالی از ذره ذره از انسان پرسان می کند. بزرگترین نعمت پروردگار عالم برای انسانها توبه هست، برای انسانها اینه که بگه یا الله ندانستم، مثل حضرت آدم بلند کنه دستان خود را بگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. مثل حضرت موسی بگه ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، خدایا من ظلم کردم بر نفس خود. مثل حضرت یونس بگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دروازه های رحمت الله بازه. باور کنید سروران عزیز و بزرگوار، اگر من و شما 1 قطره اشک بچکانیم، 1 قطره اشک بریزانیم به خاطر الله و ترس از الله، رحمت الله سرازیر می شود. دوستان خدا به هر مقامی که رسیدن، به هر مقامی که رسیدن از توبه بوده، از تضرع بوده. یکی از دوستان خدا حضرت فضیل ابن عیاض، یکی از بزرگان دین و اولیای خدا و متصوفین، این انسان است میدانیم کجا می رود، میدانیم که این انسان از چه راهی توبه می کند و دوست خدا می شود. فضیل روان می شود به جاه، روان می شود رو به طرف زنا. زمانی که می خواهد به اون خانه‌ای که گناه و معصیت بود پا بگذاره، از یک گوشه دیگر صدای شنید الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. آیا روزی نرسیده که انسانهای مؤمن قلبشان بترسد و بلرزد از یاد خدا؟ زمانی که فضیل این ندا را میشنود الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، تمام وجود فضیل به لرزه می آید. سبحان الله، چی لحظه و چی صحنه و چی حالت است. فضیل بر میگرده به سوی خدا. اینجا می شود فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یکی از دوستان خدا می شود. اکثر دوستان خدا را نگاه کنیم، گناه کردن، معصیت کردن، ولی توبه نصوح کردن، توبه خالصانه و مخلصانه کردن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین، توبه کنید به درگاه الله. توبه نصوحا، توبه نصوح، توبه خالصانه، توبه مخلصانه، توبه که فضیل ابن عیاض کرد، توبه که بندگان مخلص الله توبه می کنند. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. حالا از چه گناه توبه بکنیم؟ همه ما باید دست جمعی توبه بکنیم. باید از سود توبه کرد، از قمار توبه کرد، از چشم چرانی توبه کرده، از بی حیایی توبه کرده، باید از بی عدالتی توبه کرده و بالاخره از گناهان کبیره و صغیر انسان باید توبه کرده تا اینکه محبوب خدا شود، تا اینکه دوست خدا شود،
تا اینکه به درگاه الله قرب و منزلت پیدا بکند. سروران عزیز و بزرگوار، بحث توبه خیلی بحث طولانی است. در حدیث رسول خدا می‌فرمایند دروازه توبه چنان دروازه وسیع است که یک انسان اسب سواری اگر بخواهد که از این طرف دروازه تا به این طرف سیر بکند، اگر چندین سال را روان بشود باز هم او دروازه را طی کرده نمیتواند. او دروازه چی وقت بسته می شود؟ او دروازه در دو وقت مسدود می شود. یک وقتی که ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر، او هنگامی که نفس به حلقوم برسد، او وقت دیگه فایده نمی کند که انسان بگه اشتباه کرده. مثل توبه فرعون توبه کرد زمانی که به دریا غرق شد، گفت آمنت برب هارون و موسی، گفت خدایا ایمان آوردم به رب هارون و موسی. اینجا جبرائیل از اون لوش دریا برمی دارد، بر دهن فرعون میزند الان و قد عصیت قبله و کنت من المفسدین. آیا ای انسان بدبخت الان ایمان آوردی که بودی از جمله مفسدین در روح زمین؟ یک وقت است، نگذاریم که نفس به حلقوم برسه. نفس به حلقوم رسید توبه قبول نمی شود. هنوز نفس من و تو خواهر و برادر به حلقوم نرسیده، هنوز فرصت داریم، هنوز دروازه توبه بر روی من و تو باز است. یک مسدود شدن یکی از جمله علامتهای کبرای قیامت. آن هنگامی که این خورشید از طرف مغرب طلوع کند، در این روزها میبینیم از طرف مشرق طلوع میکند. یکی از علامتهای آخر الزمان اینه که ناگه که انسانها از خواب بیدار میشوند که خورشید از طرف مغرب طلوع کرده. آن هنگامی است که دروازه توبه بسته می شود. همه کفار ایمان میارن، به حالشان فایده نمی کند. فساق همه متقی میشن، به حالشان فایده نمیکنه. اون خواهر بی حجاب در اون لحظه با حجاب بشه، به حالش فایده نمیکنه. او انسان بدبخت و شقی هر قدر بگه یا الله اشتباه کردم، دیگر توبه اش پذیرفته نمیشه. پس سروران عزیز و بزرگوار، هنوز خورشید از مغرب طلوع نکرده، هنوز نفس به حلقوم نرسیده، دروازه توبه باز است. بیا محبوب خدا شو، بیا دوستی خدا شو، با یک ندامت و پشیمانی. درگاه الله درگاه نومیدی نیست. اینه که اون عارف و بزرگوار از زبان بلا کیف الله میگوید در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، یک شب به اخلاص بیا بر در ما. هرچی گناه کردی، معصیت کردی، شراب خوردی، قمار زدی، سود خوردی، رشوه گرفتی، یک شب دستا را بلند کن بگو ندانستم اشتباه کردم. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. اگر مشکلات تو حل نشد آنگه گله کن، اگر رحمت شامل حال تو نشد آنگه گله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن.